علامت‌های کووید 19 در حدود 2 سال بی تاثیر نماند. اگر از یک طرف به آلودگی هوا تأثیری خوب داشته باشد، از طرف دیگر تأثیری منفی نیز داشته است. بیایید به اخبار، دلیل‌ها و تحقیقات علمی نظر بکنیم. ببینیم که پاندمی در واقع به محیط زیست چه تأثیری داشته است. کوچه‌های خالی، کارخانه‌های بیکار خوابیده، توقف رفت و آمد نقلیات، پیامد فاجعه بار کووید 19 اما اتمسفر پاک و نفس تازه برای زمین. کسری پاندمی کووید 19 پیدا شد تا این در اتمسفر کمتر تازه است، حساب اون که نقلیات و طیاره ها سامولیت ها پرواز نمی کنند، پرتاب هایی که از سامولیت ها هستند کمتر که هستند، بعضی هوای کشور کمتر بهتر شده است. تصویرهای ماهواره ناسا نشان دادند که سطح افزایش هوا در اطراف متروپولیای ووهان چین پس از اوج اولی کووید 19 تا چه اندازه کاهش یافته است. با عقیده دیرک میسنر از وزارت محیط زیست آلمان، این روند تأثیر یکباره است. پس از بحران، احیای قوی اقتصاد و در نتیجه حجم زیادی پرتاب‌های گاز کربن و دو اکسید نیتروژن در نظر است. و اما استحصال و نیست کردنی این همه نقاب و دستکش طبی، پلاستیک های دارو و قوطی های انتیسپتیکا در نظر است. استفاده نقاب ها و دستپوش های یک بار مصرف باعث افلاس‌شوی جدی محیط زیست شد. سامانه اقلیمی زندگی می نویسند که کشورهای سیراحالی در این ایام زیر کوه پرتاب های طبی ماندند. در شهر اوهانی چین پرتاب یک روزه طبی 200 تن را تشکیل می داد. نقاب های یک بار مصرفی طبی اکثرا از پنبان ساخته می شود. چون این نقاب تقریبا 500 سال حل نمی شود. این یک بمب واقعی اکولوژی است. علاوه بر این، پرنده ها و حیوانات نقاب های پرتافته شده را خوراک فکر کرده می خورند. طبق اطلاع شرکت کنسالتینگی گراند ویو ریسرچ که سازمان ملل به آن استناد میکند، سال 2019 در جهان به مبلغ 800 میلیون دلار آمریکایی نقاب محافظتی استحصال شده است، اما در سال 2020 آن به 166 میلیارد دلار آمریکایی افزایش یافته است. پس معلوم می شود که پاندمی و خانه‌نشینی محیط زیست را یک مدت کوتاه حفظ کرده است، اما ضرری پرتاب‌های آن چند برابر بوده است. با کمک دریافت دلیل و تحقیقات ها ما ضرر و فایده کووید 19 را معین کردیم. شما هم با استفاده از چنین اصول می توانید ضرر و فایده کووید 19 را معین کنید و دارای اطلاعات دقیق و سنجیده باشید. پیش از قبول هر خبر آن را اول بسنجید.